از که عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها روایت میکنن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی در نماز این دعا را میکردن که اللهم اینی اعوذ بک من المأثم والمغرم. جناب پیغمبر گفتن که ای پروردگار، من از تو پناه طلب میکنم در فرو رفتن معصیت گناه و از قرضداری. یعنی که پیغمبر بزرگوار حتی در داخل نماز، در درون نماز، عایشه مادر گفتن این دعا را میکردن که ای پروردگار، از یعنی عاصی شدن، از گناه فرو رفتن و یعنی غرق زدن گناه و از قرضدار شدن از تو پناه طلب میکنم. از که عایشه مادر گفتن که فقال له قائل، یک شخصیتی از جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسیدن که ما اکثر ما تستعید من المغرم. یا رسول الله، شما از همین قرضدار شدن بسیار از خدا پناه طلب میکنه، بسیار دعا میکنه که خداوند از قرضداری نگه داره، قرضدار نکنه. آیا این چی خطری داره؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این الرجل اذا غرم حدث فکذب و وعد فاخلف. گفتن قرضدار شدن دو بدی داره. وقتی که یک شخصیت، یک مرد قرضدار شد، هر وقتی که سخن گفت دروغ میگوید. یعنی یکمین نشانتان ضرر، یکمین بدیه که از قرضداری به بالای انسان میآید. پیغمبر بزرگوار گفتن که وقتی که انسان قرضدار سخن گفت دروغ میگوید، یعنی فریب میکنه، وقتی که وعده کرد بعدش خلاف میکنه، وعده را به جا نمیاره. یعنی که دو گناه بزرگی هست پیغمبر بزرگوار گفتن در قرضداری. یکمش دروغ گفتن، دویمش وعده خلافی. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یکی از اصحاب به نام حج گفتن روایت میکنه که همراه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگه چهره مبارکش به سوی آسمان برداشت. بعد از اون میگه کمی ایستاد و دست در پیشانیش گذاشت و گفت سبحان الله ماذا نزل من التشدید. پیغمبر بزرگوار گفتن دست در پیشانیش گذاشت و گفت چقدر خبری سختی برای من رسید، چقدر خبری بدی برای من رسید. این شخصیت میگه ما همراه جناب پیغمبر خاموش ایستاده بودیم، چیزی نگفتیم. اون روز گذشت، یعنی در نزد پیغمبر دنیا نشدیم، پرسید یا رسول الله چی خبری سختی بود برای شما را رسید؟ روزی دیگر آمد، میگه نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما آمدیم، گفتیم یا رسول الله ما در تشدید الذی نزل. گفتیم یا رسول الله اون خبری سختی که دین روز گفتیم چقدر خبری سختی رسید؟ اون چی خبر بود که حتی شما یعنی از ناراحتی پیشانی مبارک خمیدید؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن والذی نفسی بیده لو ان رجلا قتل فی سبیل الله ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعليه دین ما دخل الجنه حتی یقضى عنه دینه. تا قسم به همون خدایی که اختیار جان من در قدرت او هست، قسم به همون خدایی که من خلق کرده است، اگر یک انسان در راه خدا شهید کنن، یعنی بکشنش، بعد از شهید شدنش دوباره زندهش کنن، زنده کرده شود و دوباره در راه خدا شهیدش کنن و سیوم بار زندهش کنن و سیوم بار هم در راه خدا شهیدش کنن، یعنی اگر 3 بار جانش در راه خدا فدا کنه و شهید کنه، این شخصیت داخل جنت نمیشه اگر قرضدار باشه. اگر قرضدار باشه این شخصیت داخل جنت نمیشه. جناب پیغمبر گفتن حتی که قرض شد، یعنی که ادا کرده شد. تا این که قرض انسان قرضدار ادا کرده نشود، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این انسانی که یعنی قرض میگیره و در فکر اداش نیست، این شخصیت گفتن داخل جنت نمیشه. قرض یعنی حق العباد است. خداوند حق الله هم میبخشه، حق العباد بخشیده نمیشه. برادران عزیز، در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در جنازه حاضر شدن، میت گذاشته بودن برای جنازه کردن. اهل اصحاب گفتن یا رسول الله شما جنازه شخصیت بگذاره. جناب پیغمبر گفتن هر شخصیتی را که من جنازه بخوانم شفاعتم در بالای او واجب میشه، خداوند در روز قیامت با شفاعت من داخل جنت میگردد.
میگه وقتی که در جنازه حاضر شدن، جناب پیغمبر پرسیدن گفتن که آیا این شخصیت قرضدار هست یا نه؟ از شخصیتی قرض گرفت است یا نه؟ شخصیت برآمد یا رسول الله گفتن نه، یا رسول الله شخصیت قرضدار است. جناب پیغمبر میگه از جنازه بیرون شدن، گفتن شما جنازه‌ش رو بخونید، من جنازه‌ش نمیخوام. شخصیتی که قرضدار است من جنازه‌ش نمیخوام. حتی میگه حضرت علی بیرون شدن، گفتن یا رسول الله قرضی را من به گردن میگیرم ادا کردن شما جنازه ای را بخونید تا اینکه از شفاعت شما محروم نگردید. یعنی یک تهدیدی هست، یک سرزنشی سختی هست که شخصیتی که اگر قرضدار باشه، پیغمبر بزرگوار تا من جنازه ای را نمیخوام. در روایت دیگر که سلمان روایت کرد از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که من مات و هو بریئة من ثلاث الکبر والغرور والدین دخل الجنه. هر شخصیتی که وفات کنه از سه چیز پاکیزه باشه، سه کمبودی نداشته باشه، تکبری نداشته باشه، یعنی حقخوری و خیانتکاری نداشته باشه و قرضداری نداشته باشه، اون شخصیت داخل جنت میشه. یعنی این سه چیز سبب معین شدن انسان از داخل شدن جنت میشه. برادران عزیز، این سه چیز پیغمبر بزرگوار گفتن: تکبری یعنی حقخوری و خیانتکاری و قرضداری سبب میشه که انسان از داخل شدن جنت منع میشه. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار از این فعل بعد انسان باید خیلی حذر باشه. تا حد امکان حرکت کن برادر عزیز، قرض نگیر. اگر تو مجبور نباشی، تو یک مشقت و دشواری در بالات نآمده باشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند، حدیث حضرت ابو هریره روایت کردند که پیغمبر بزرگوار گفتند که نفس المؤمن معلقه بدینه حتی یقضى عنه. نفس مؤمن در روز قیامت دست و پاش زنجیر بند است، یعنی داخل جنت نمی شود، از حساب و عذاب الهی نجات نمی یابد تا اینکه قرض ادا نکنه. تا اینکه قرض او ادا کرده نشود، دست و پای انسان یعنی زنجیر بند و محکم است در روز قیامت. پیغمبر بزرگوار در روایت دیگر فرمودند که ایاکم والدین فإن اوله هم و آخره حرب. گفتن از قرضداری حذر کنید. چقدر احتیاط کنید که قرضداری دو ضرر کلان دارد. یکمش که غمگینی را در حیات شما میارد، یکمش که انسان قرضدار راحت ندارد، دائم به فکر است، دائم در یک یعنی دشواری و در یک غم او را فرو گرفتگی است. و دوم جناب پیغمبر گفتن آخر قرضداری جنجال به بالای انسان میاره. از یک دوست و رفیقی که وقتی قرض میگیری، آخر وقتی اداش نکردی، ادا کردن نتونستی، آخر بین تو خفگی میشود، جنجال میشود. دوست است آخر به تو یعنی چی میشود؟ قهری میشود، مجبور میشود که به تو جنجال. به این خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم یعنی گفتن که خیلی حذر کنید، احتیاط. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که انسان شهید خداوند تمام گناهاش را میبخشد غیر از قرضداریش. غیر از قرض تمامی یعنی گناهی شهید بخشیده میشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که هر شخصیتی که وقتی وفات کنه و قرضدار باشه، در روز قیامت روزی هست که اکنون دیگه پول و مال نیست که قرض برای ادا کنی. در روز قیامت خداوند از عملهای ثوابی تو یعنی ترک کرده، گرفته و انسان قرضدار تو را داده میشه. یعنی در روز قیامت از عملهای ثواب کم میکنه. دنیا هست که کمی پول و مال ادا میکنی و خلاص میکنی، اما در قیامت ادایی نداره. ولی روایت میکنه هستی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دور حضرت موسی علیه السلام شخصیتی بود که فقط کسب او چقدر کمبغل و نادار بود. میگه کسبش هیزم فروختن بود. از صحرا میرفت هیزم میزد، پوش میکرد میآورد، میگه در بازار میفروخت و هر روزه نانش میخرید. این شخصیت میگه روز هیزم آورد در بازار فروخت، هیزم فروخت. شخصیتی که خریدارش کرد با کمی پولی یعنی پول داد برای شخصیت که همین هیزم ها را به خانه من ببر، یعنی حق خدمتش ادا کرد. و همین هیزم هایی که از تو خریدم او یک بار به خانه من ببر.
این شخصیت میگه در بازار چیزی خورده بود، در بین دنداناش کمی مثل میده نام برای محکم شده بود، در راه رفتن بود. این شخصیت میگه از همون خس‌هایی که در پشتش بودن یکی از اونها را کند، دندانش را پاکیزه کرد، در زمین انداخت. 40 سال خداوند میگه برای هم خس عذابش کرد. 40 سال خداوند مؤاخذه و سختگیریش کرد. گفت برای چی که حق بنده من تو خیانت کردی؟ بنده من برای حق کاری تا یعنی اجری تو را داد که این حیث و این امانت به خانه من بر. و چی خاطر که یک خسی او را گرفتی و استفاده بردی و در زمین انداختی؟ وقتی برای یک خس انسان عذاب کرده شود فهمیده میشه که خیلی جای خطر است برادران عزیز. این بی‌فکری و بی‌پروا. امروز این یعنی گنده قرضی و عادتی که مردم فقط قرض میکنن در فکر اداش هستن خیلی در جامعه زیاد شده است. خیلی شکایت ها زیاد است برادران عزیز بزرگوار. شخصیت هایی هستند که شرایط کارهاش خوب هستند. البته امروز بسیاری مردم قرضدار هستند، اما قرضدار از قرضدار فرق دارد. انسانی که محتاج باشه به همون یعنی حاجت داشته باشه، نه پیش‌پسی باشه و یک دیگر است. اما یک شخصیتی که حالتش خوب است قرض میکنه اما ادا نمیکنه، قرض این خیلی براش سختی است برادر عزیز، خیلی گناهی بزرگ است. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که نفس های خود را در ناآرامی نگذاره. گفتن درباره قرضداری گفتن نفس خودتون یعنی جان خودتون در ناآرامی نگذاره. گفتن یا رسول الله چی نوع است در ناآرامی گذاشتن؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که قرضداری، خود قرضداری نکنید. گفتن قرضدار شدن همین است که قرضداری غم است برای شب انسان و ذلت و خاری و بی‌قدری است برای روز انسان. یعنی شب اگر انسان بناموس رنگ باشی خواب نمیبره، فکر میکنی داریم که قرض من کی ادا میکرده باشم. اما اگر بناموس باشه میگه فریبش کردم برفت. و برای روز انسان خاری هست. چقدر انسان وقتی اون شخصیتی که قرضی داره با بالات به چقدر ذلیل میشه، چقدر یعنی راضی هستی که زمین کفیده نابود شوی، اما چنین نمیشه برادر. جناب پیامبر گفتن خودتون یک قدر یعنی بی‌قدر و بی‌آبرو نگردانید. در روایت دیگر پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که هر شخصیتی که من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه. هر شخصیتی که وقتی نیت قرض کردنی بشه، برادران عزیز، وقتی که ما قرض گرفتنی شویم ابتدا پیش از اینکه قرض میگیریم ما باید قصد و نیت اداش داشته باشیم. فکر کنیم که ان شاء الله خدا خواهد در یک مدتی اندکی بگردانیم قرض شخصیت ادا میکنیم. اینه که دارنده شیدم و توانا شیدم میکنیم فکر نداشته باشیم. جناب پیغمبر هر شخصیتی که از یک شخصیت قرض گرفت و نیت ادا کردنش داشته باشه، یعنی در فکر و در قصدش باشه که ان شاء الله قرضی را ادا میکنم، خداوند شخصیت مدد میکنه، یاردم میکنه برای ادای قرضش. اما هر شخصیتی که وقتی که از یک شخصیت مال گرفت یعنی قرض گرفت در فکر و نیت اداش نباشه، خداوند شخصیت یاردم نمیکنه است برای ادا کردن قرضش، برای یعنی تلف دادن و برای چیش خداوند شخصیت مدد میکنه. و این خاطر پیغمبر بزرگوار در روایت دیگر گفتن که از همه بزرگترین گناه ها، از همه گناهی بزرگ بعد از گناه های کبیره این قرضداری هست که انسانیت در نزد خداوند یعنی خیزانده شده و شخصیت در حالت قرضداری باشه. از همه گناهی بزرگترین در نزد خداوند در روز قیامت چی هست؟ قرضی هست که در دنیا اداش نکرده باشه، یعنی حق بنده خدا را خیانت کرده باشه. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار باید حرکت کنیم که از این قرضداری خودمون نجات بدیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روز داخلی مسجد شدن، دیدن یک شخصیت یعنی سری خم دارد، چقدر چهره غمگین و ناراحت. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم از اون شخصیت پرسیدن، گفتن ای فلانی، گفتن بر شما چی شده است؟ چهره شما تغییر یافته است، دگرگون است، حالت خوب نداره، ناراحت است. اون شخصیت گفتن یا رسول الله، گفتن من از قرضداری همینقدر ناراحت و غمگین کردم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن آیا من برای تو یک دعای نشان ندهم که در مدت اندک یعنی این غمگینی و قرضداری از بالای تو دور کنه؟ این شخصیت گفتن آره یا رسول الله، من تعلیم بده. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر ابتدای سحر و هر شام این دعا را بکن
اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. جناب پیغمبر گفتن همین دعا را هر ابتدای سحر شام کن، خداوند در مدت اندک تو را از قرضداری نجات میده. این شخصیت میگه این دعای جناب پیغمبر برای من سبب شد که در مدت اندک من یعنی چیکار کردم؟ از قرضداری نجات شدم. در آخرم یک قصه دیگر هم که حدیث مسلم است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم از دور بنی اسرائیل زمان دور حضرت موسی بیان کرده است. از می‌فرمایند که در دور موسی علیه السلام دو شخصیت بسیار رفیق و دوستی نزدیک بودند، بسیار یعنی دوستی جانی بودند. یکی یعنی در گذشت زمانه یکی از اینها یک مشکلی و پیشبستی در حیاتش آمد، این شخصیت میگه نزد دوستش آمد و ای دوست گفت یک مشکلی در حیات من آمده است، برای من 100 دینار یا اینکه 1000 دینار باشه برام قرض بده تا اینکه این مشکلی و دشواری از حیاتم دور کنم. از بس این رفیق دوستش بود براش یک توصیه یک نصیحت کرد و ای دوست گفت این مال بسیار چیزی بد است، یعنی پول و مال بسیار چیزی بد است. وقتی در بین دو شخصیت داخل شد و اینها را جدا میکنه، یعنی دوستی را از بین میبره، خاطر را از بین میبره، دیگه یعنی حق و خاطری برادری هم باقی نمیمانه. بیا در این قرض ما یک شخصیتی را شاهد بگیریم، در بین یک شخصیت شاهد بگذاریم تا اینکه شاهدی قرضی ما شود. ما با روز تو این کار کنی به گردن نگیری بگوی من قرضدار نیستم. این شخصیت که میگه بنده صالح و بنده حقیقی خدا بود، گفت کفا بالله شهیدا، گفت خداوند خودش برای شاهدی بین ما بسنده است، خداوند خودش شاهد. این شخصیت گفت من شاهد نمیخواهی، بیا شخصیت را کفیل بگیره که به گردن بگیره که ما با که شما وفات کرده مرده قرض شما را ادا کنم. میگه شخصیت کفا بالله وکیلا، خداوند خودش برای وکیلی بین من و شما بسنده است. گفت مایلش بیا شخصیت یعنی کفیل بگیریم، وکیل بگیریم، یعنی همه اینها را حواله به سوی پروردگار کرد. قصه کوتاه این دوستش براش میگه قرض ادا کرد، قرض داد. این شخصیت گفت که فلان ماهی گذشته، فلان روز، فلان ساعت گفت من قرض شما را میارم و ادا میکنم. این شخصیت در اصل میگه در نیت و در فکرش بود که قرض میگردانه و ادا میکنه. وقتی میگه این شخصیت قرض گرفت به نیت تجارتی، کاری و سوداگری از شهر بیرون شد، یک بحری را به کشتی دیگر جانبش گذشت. میگه گذشت رفت از پس کسب و کارش شد. وقت گذشت، اون ماه آمد، اون روز آمد، اون لحظه ای که باید قرضی را ادا کنه اون لحظه آمد. این شخصیت میگه اون 100 دیناری که قرض گرفته بود در دستش گرفت، به لب بحر آمد، باید که یعنی در کشتی سوار میشید و میگذشت میآورد قرضی را ادا میکرد. آمد که از اقبال این شخصیت اون روز یعنی که کشتی نبوده برای گذشتن بحر، در لب بحر میگه این جانب رفت اون طرف رفت، نگاه کرد گفت سبحان الله، من در این قرض خدا را شاهد گرفتم، خدا را کفیل گرفتم، خدا را وکیل گرفتم که امروز ادا میکنم. سبحان الله، این چی شد که من امروز نمیتوانم که قرض را ادا کنم؟ این شخصیت قرض دادگی را میگه از خانهش بیرون شد، گفت فلان رفیق دوستم وعده کردم این لحظه امروز این ساعت باید قرض ادا میکنم و این نآمد. این شخصیتی که قرضدار بود میگه نگاه کرد در لب همون آب، از نی میگن خموش میگن چیزهایی که بینشون روی است دراز مثل چوب برین اما در اونهاش کشاده است، از اونها یکی رکن میگه و همون 100 دینار در درون همون پر کرد و یک نامه هم نویس درون آب انداخت، در درون آب پرتاخت و ای پروردگار گفت در این قرض گفت من تو را شاهدی گرفته بودم، تو را کفیل گرفته بودم، تو را وکیل گرفته بودم، ای پروردگار من خانیست نکن، من دروغگو نگردان، این قرض من به صاحب شد رسان. گفت میگه در درون آب اون یعنی چوب پرتاخت. وقتی پرتاخت این شخصیتی که در این جانبی بحر بود یعنی قرض دادگی، این انتظاری میکشید که شاید این لحظه یا لحظه دیگه کشتی بیاید، یعنی دوستم قرض من بیاره ادا کنم، اما کشتی دیار نبود. روز به بیگاه رسید، این شخصیت عمیق کرد که امروز نمی آید، دیرش یعنی خنک شد، ناامید شد، گفت که امروز دوست رفیق نآمد قرض من نمیگیره، گشت گفت که خانه میروم. ناگاه دید که در درون آب یعنی در لب همون بحر یک چوب ایستاده است.
در خانه رفته اسلام چوب میگیرم که میبرم هیچی نشه که علاوی میشه در خانه علاوش میکنم یعنی کارش میفرم اون چوب گیرید میگه به خانهش آور در حوالی گذاشته بود تبر گیرید که میده کنه وقتی که زد میگه به تبر اون یعنی دینارهایی که در درونش بودن چاشیدن یعنی بیرون شدن دینارها را گیرید اون نامه را پیدا کرد خان و ای دوست ای فلانی این همون قرضی هست که یعنی که من شما را وعده کردم اون فلان لحظه براتون ادا میکنم گرفت میگه این قرض از بین یک هفته گذشت این شخصیتی که قرض کرده بود این شخصیت با میگه 100 دینار دیگر در دستش گرفت گفت من بادا شاید اون چوب به این نرسیده باشه گفت آمد نزد این دوستش رفیقش گفت ای رفیق ای دوست گفت بخشش که من یعنی دیر کردم در وقتش آورده نتوانستم هم قرضایی که آوردم که ادا کنم این شخصیتی رفیق دوستی خالص الله بود و ای دوست گفت ما قرض گرفتیم گفت و از کجا گرفتی و آیا کی اگه چه رایی نکرده بودی نه فرستاده بودی و فرستاده بودم چنین در بین یک نی همون 100 دینار در بحر پرتافتم و این چنین گفتم که ای پروردگار این امانت به صاحبش برسان گفت اون امانت شما به ما رسید گفت تو دیگر از من قرضی دار نیست یعنی که شخصیتی که اگر در فکر ادای قرضش باشد خداوند او را مدد میکنه خداوند او را یاردم میکنه اما بدبختی در ما با جایی هست که انسان ها میگیرن در فکر گرداندنش نیستن و فقط باید فایده خودمون نگه نکنیم و ای برادر رفیق دوست خیلی خاطرت میبینه خیلی یعنی دینش برات میسوزه که ماش برای قرض به عنوان امانت بده و همین خاطر برادران عزیز بزرگوار از چنین فعل رفتار و کردار وقتی آخر باوری شما را از جامعه دور میکنن خیلی حذر کردن خیلی حذر کنید برادران عزیز که خیلی بد است